آیت الله جوادی آملی میگوید انبیا نتوانستند دین را جهانی کنند، تنها کسی که میتواند این کار را بکند مهدی است. فرمود من این دین را ندادم که شما گاهی عمل بکنید گاهی عمل نکنید، این دین را من خودم بالاخره جهانی میکنم. اینم اصل دیگر. انبیا آمدن نشد، اولیا آمدن نشد، از ذات مقدس رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و ثنا در لحظه لحظه زندگی مسئله قرآن و اطرت از یک سو، مسئله جریان مهدویت از سوی دیگر مطرح شده است. به هر مناسبتی، به هر کسی، در هر شرایطی وجود مبارک رسول گرامی نام مبارک حضرت مهدی را میبرد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کسی که دشمن الله و فرشتگانش و نیز دشمن پیامبران الهی و جبرئیل است، بداند که الله دشمن کافران است. بینندگان عزیز، آیا ناکام دانستن پیامبران در دعوت توحید که مقصود آفرینش و مقصود بعثت آنها بوده دشمنی با آنها نیست؟ مگر آقای جوادی آملی نمی‌داند که وظیفه همه پیامبران نبوده که دین را جهانی کنند، بلکه هر پیامبری به سوی قوم خودش مبعوث شده است و تنها کسی که به سوی تمام جهانیان مبعوث شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که در دعوت خود کاملا موفق شد؟ آیا واقعا این حقیقت از ایشان پنهان بوده یا اینکه از جهل، دروغ و خرافات و ضربه زدن به اسلام لذت میبرند؟ چرا آیات اعظام میخواهند برای اغراق در مورد امامی که اساساً به گواهی خود منابع شیعه تولد او ثابت نشده و کل جریان مربوط به مهدویت کذایی با تعریفی که آقایان سوژه سازی کردند خرافه بیریشه بیش نیست از شأن پیامبران الهی بکاهند؟